بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. درس 23 کلید دهم است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفات دشمنای توحید. طبعا در قرآن عظیم شان بعد از اینکه دشمنای توحید معرفی شدن، صفاتشان الله متعال بیان میکنن که اینا چی صفات زشت دارن و منفعت از این صفات چی هست که ما و شما بفهمیم. دو کار باید ما و شما بکنیم. یکی است که در قسمت صفات از اینا وقتی که ما و شما میبینیم میشناسیم که دشمنای توحید چی صفاتی دارن. و دوم کاری که ما و شما میکنیم و این است که خود از امی صفات کوشش میکنیم که این صفات به وجود ما نباشه و اگر کدامش هست از او توبه میکنیم و برگشت میکنیم، نشه که یک دفعه در صف دشمنای توحید العیاذ بالله داخل شدیم. بنابراین این درس وقایوی هست از یک جهت و درس معالجوی هست از جهت دیگر. از جهت وقایه برای مؤمنای موحد است که اینها صفات زشت، مکروب ها و بدی ها را میبینن، ویروس ها را میبینن و خود از اینا حفظ میکنن. و از طرف دیگر ما و شما دشمنای توحید را بشناسیم که اینا دارای چی صفات و زشتی هایی بودن. در قرآن عظیم شان صفات دشمنای توحید به اشکال و انواع مختلف بیان شده که در چند مطلب رو ما و شما میخوانیم. مطلب اول بیان صفات دشمنای توحید به صورت عام. به صورت عام بیان کرده مثلا که دشمنای توحید دارای چی صفات هستند و اقسامش بیان کرده. قسم اول صفات کافرها هست. در قرآن عظیم شان صفات کافرها به شکل ذیل بیان شده. مثلا در سوره بقره وقتی که ما شما آیت 6 مییم، الله متعال میگه که ان الذين كفروا، یقینا کسانی که کافر شدن صفتشان چی هست؟ سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. صفتشان همی هست که شما اگر اونا را بترسانین یا نترسانین لا یؤمنون، ایمان نمیارن. یعنی کسایی که کفرشان کفر عنادی هست، شرکشان شرک عنادی هست، دشمنیشان دشمنی عنادی هست، از تکبر، از غرور، از عناد، سواء علیهم، اینا را اگر بترسانی یا نترسانی هیچ فایده نمیکنه. چرا؟ به خاطر ازی که دوم دلیل چیست که مهر شده قلب‌های از اینا. قلب‌های از اینا چرا مهر شد؟ الله متعال در آیت دیگه میگه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. وقتی که یک نفر کفر میکنه، شرک میکنه، بیدینی میکنه، دشمنی خدا با الله میکنه، بالاخره همین قلب انسان که است داغ با هر گناه، با هر زشتی یک داغ سیاه گذاشته میشه و وقتی که از این توبه نمیکنه و دوام پیدا میکنه و بالاخره در کفریات و شرکیات و درازیات غرق میشه، قلب یک تکه سیاه میشه. وقتی که مکمل سیاه شد، الله متعال ختم الله هم سر از این مهر میکنه. این صفت دیگه دشمنای توحید است. ختم الله علی قلوبهم، به قلبهایشان هیچ وقت حق درک نمیکنه. خوب میبینه لیکن درک نمیکنه. و علی ابصارهم، همچنان سر چشمایشان مهر است. خوب میبینه که ظالم کی هست، قاتل کی هست، دشمن الله کی هست، با وجود از این هم تفکیک نمیکنه. در یک جایی ببینه که مثلا یک کافر هزارها مسلمان را بمبارد کرده و کشته، قرار خاموش است. اما در یک جایی بسیار دوردست اگر یک مسلمان جاهل پیدا میشه، یک اشتباه میکنه که او اسلام هم نمیگه، دین هم نمیگه، بازور دیگه در فیسبوک های خود، در جیمیل خود، در انستاگرام خود، در چیزای خود، هر چی هم نشر کرده میره. سبحان الله. این چی هست؟ الله متعال میگه سرچشمای از اینا هم چی هست؟ اما مهر است. مهری که چون کفرشان زیاد شده دیگه حق نمیبینه، بل چشماشون پرده است. ختم الله علی قلوبهم، به قلبهایشان، و علی سمعهم، و به گوشهایشان، و علی ابصارهم، و به چشمایشان غشاوة، یک پرده هست. و لهم عذاب عظیم، بر از اینا عذاب دردناک است. سومی صفت کافران چی هست؟ وقتی که مسائل حق برشان روی زیاد فلسفه گویی و جرا بحث میکنن.
الله متعال میگه که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوده. الله را حیا نمیگیره که مثال از یک پشه بیان بکنه، فما فوقها یا بزرگتر از این، کلش مخلوقات الله است. اگر پشه در نظر ما شما بسیار کوچک میایه و خرد میایه، لکن ساختمان فیزیکی ازی، اناتومی ازی، فیزیولوژی ازی رو مطالعه بکنید، بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ است. این حال الله متعال میگه که الله باک نمیکنه یا الله را حیا نمیگیره، این که مثال از پشه یا بزرگتر از دورن. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. انسانای مؤمن میگن هر چیزی که الله بیان میکنه حق است، ما قبول داریم. و اما الذين كفروا، صفات کفار چیست؟ فیقولون ما اراد الله بهذا مثلا. ببین جرا بحث و فلسفه گفتن، چرا این مثال تو گفته، چرا اون مثال تو گفته، چرا مرا انسان پیدا کرده، چرا چشم در اینجاست، چرا دستای با 5 تا انگشت داره 6 تا نداره، چرا این عادت کیست؟ عادت های انسان های بیدین است که زیاد جرا بحث و فلسفه گویی میکنن. فیقولون ما اراد الله بهذا مثلا. الله متعال میگه یدل به کثیرا و یهدی به کثیرا. الله این مدت مثال ها رو بیان میکنه، توسط از این مثال ها بسیار مردم گمراه میکنه و بسیار مردم دیگر هدایت میکنه. و ما یضل به للفاسقین، و گمراه نمیکنه مگر توسط از مثال مگر فاسقان. چهارمی علامت انسان ها یا صفات انسان های کافر و بیدین چی است؟ عهد و پیمانی که به امرای الله میکنه او را مشکنن و اوامری که بعدش میشه او را قطع میکنن. الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه. اول که امرای الله یک عهد میکنن، مثلا ما شما کل ما که الله عهد کردیم که الله بغیر از ذات تو عبادت نمیکنیم و بغیر از شریعت تو قانون دیگه اطاعت نمیکنیم، فقط شریعت تو را قبول داریم و سر خود و واسه ما برسه سر تمام کره زمین شریعت تو را یا الله تطبیق میکنیم. اما انسان های بیدین چی میکنن؟ ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. عهد خدا با الله مشکنن و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. و قطع میکنن چیزی را که الله برشان گفته که وصل میکنه. الله گفته اینی کارو بکن یا اون عکسش میکنن. و دیگه صفتشون چیست؟ و یفسدون فی الارض. همیشه صفت کافر و بیدین چیست؟ که در زمین فساد کرده میره و با زمین فساد خدا بسیار خوب معرفی میکنه. مثلا زنا میکنه، باز میگه این زنا یک نوع آزادی هست. شراب میخوره، میگه آزادی هست. گناه های بسیار خطرناک میکنه به نام آزادی و به نام خوبی. انسان هم میکشه، باز میگه حق ماست. جنایت میکنه، میگه حق ماست. کفر است، کفر میگه. توهین و تحقیر پیغمبران رو میکنه به نام آزادی بیان. خانه های مردم تسخیر میکنه، چور میکنه، بازی میگه که آزادی اقتصادی هست. این کلی جنایتکاران جنایت کفار است. پنجمی صفتشان چی است؟ آرزوی زشتی برای مؤمنان نمیخواین. الله متعال میگه ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین. میگه آرزو نداره کافرها از اهل کتاب باشن یا از مشرکا باشن. اینزل علیکم من خیر من ربکم. اگر بر شما یک خیر از جانب الله نازل شود، سر مؤمنین قرآن نازل شود و سنت بیاید، نمیخواین. والله یختص برحمته. الله تخصیص میده به رحمت خود من یشاء، هر کسی را بخواهد. این خود دین شخصی یهود یا از نصارا یا از فلان و فلان نیست. هر کس الله بخواهد هدایت میکنه. بنابراین اینا در هر چیز چی میکنن؟ صفتشان چیه؟ چون بیدین هستن، در هر چیز بخیلی میکنن. حتی اگر درس توحید هم دادی، امی درس توحید تو را هم تخریب میکنن. به یک شکل تخریب میکنن که مردم باید از این درس استفاده نکنن. به یک شکل از اشکال ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب و المشرکین. خودش در کفر مبتلا هست، خودش در شرک مبتلا هست، خودش باید خود جور بکنه، خود جور نمیکنه. اما چی میکنه؟ سر موحدین اعتراض میکنه که راه شما غلط است، شما درست نیست، این قسم است. ششمی صفت کافرها چی است؟ عدم استفاده از عقل در فهم توحید. و مثل الذین کفروا، الله متعال میگه مثال کافرها
کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. میگه مثل چی ورستن؟ مثل یک کسی که یک مجموعه از حیوانات داشته باشه، بعد از او هر قدر گپ بزنن و امی صدای زیر شنیده میدن لکن مفهومش درک نمیکنن چون عقل ندارن. انسان بیدین هم همین قسم است. هر قدر که برش استدلال قوی گفته شود باز هم دمو گمراهی خود خوشحال است، دلیل نمیگیره. صم بکم عمی فهم لا یعقلون. الله متعال میگه گنگ اصلی اینا هستن، کار اصلی اینا هستن، کور اصلی اینا هستن. چرا؟ بعضی اوقات شما یک کسی رو ببینید که نابینا هست لکن کل قرآن حفظ کرده و تفسیر هم میفهمه و حتی از بیناها کرده، خوب الله رو مشناسه و خوب موحد است. چشمش نابینا هست لکن قلبش بینا هست. این مردم ها که هستن چی هستن؟ حقیقتا نابینا هستن، چشم دارن لکن حق نمیبینن. اصل نابینا همی هست، گوش داشته باشه حق نشنوه، امی کر است. بسیاری که یک انسان از ببینی کر است بیچاره نمیشه و گوشش، لکن وقتی که حق برش به اشاره هم بفهمید نماز خدا میخونه، عبادت خدا میکنه. یک کسی گنگه هست، بسیار گنگا رو ببینی به الله سجده میکنن و عبادت میکنن، اما گنگی حقیقی که هست که زبان داره، خوب فصاحت و بلاغت داره، لکن وقتی که در بیان حق باشه باز گنگه میشه، باز حق نمیگه. افتومیشی از دلبستگی زیاد به دنیا و تمسخر به مؤمنان. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، برای کافرها زینت داده شده زندگی دنیا. و یسخرون من الذین آمنوا، اینا با مؤمنان چی میکنن؟ مسخرگی میکنن. همیشه عادتشون امی هست. صفت اشتوهشون چی است؟ ابا ورزیدن از پذیرش حق و تکبر. وقتی که برشان حق گفته شود ابا میورزد. مثل چی؟ مثل ابلیس. الله میگه ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابلیس تو صفت خطرناک داشت، از پذیرش امر الله ابا ورزید و وقتی که پرسان شد که چرا این کار کردی؟ تکبر کرد. ما خزو کرده بهتر است. صفت دیگه کافرها چی است؟ تعلیم دادن سحر است. سحر و جادو و فالبینی و دمی گپا بسیار مصروف است. این ابجد است و این فال است و این روی تاله هست و این سحر است و این سحر سیاه است و این سحر چطور که است. تمام روز دمی کار مصروف هستن. الله متعال میگه ولکن الشیاطین کفروا، شیطان ها کافر شدن. چرا؟ یعلمون الناس السحر، بر مردم چی رو درس میدادن؟ تعلیم میدادن سحر. دیگه از صفات کافرها چی هست؟ کراهیت ما انزل الله هست. والذین کفروا، الله متعال کسایی که کافر هستند، فتحصل لهم، هلاکت باد برایشان، و اضل اعمالهم، و تمام اعمال از الله متعال نابود کرد، از بین بود. چرا؟ ذلك بانهم کریهوا ما انزل الله، به خاطری که اینا ما انزل الله را بد میدیدن. این بسیار خطرناک است. حتی یکی از اسباب است که انسان از دین خارج میکنه، انسان موحد کافر میسازه. از نواقض ایمان است چی هست؟ قرآن بدش میآید، حجاب بدش میآید، کلمه میخونه، نماز میخونه، روزه میگیره، حجاب بدش میآید، حکم الله بدش میآید، شریعت الله بدش میآید، تطبیق شریعت الله بدش میآید، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و ریش و ایگپا بدش میآید. الله متعال میگه یا کافر هستند، ذلك بانهم کریهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، تمام اعمال از را الله نابود میکنه. 11 صفت دشمنای توحید چی است؟ در راه طاغوت میجنگید. والذین کفروا، کسایی که کافر هستن، الله متعال میگه یقاتلون فی سبیل الطاغوت، در لشکر طاغوت، در لشکری که میفهمه که این لشکر دشمن الله هست. کسایی هستن که شریعت الله رو نمیخوان، دین الله رو نمیخوان، پیغمبر رو نمیخوان، قرآن رو نمیخوان، بازی میره امر از شانه بشانه و ضد مسلمان ها میجنگه و امر از دوستی میکنه. الله متعال میگه والذین کفروا، کسایی که کافر هستن، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اینا قتال میکنن، جنگ میکنن در راه طاغوت. فقاتلوا اولیاء الشیطان، شما هم این دوستای شیطان رو بکشین، این قتال بکنین که چون بجنگین. این کید شیطان کان ضعیفا، برنامه شیطان، دستی شیطان بسیار ضعیف است.
12مین صفت از صفات دشمنای توحید چی است؟ از کافران انکار رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجود دانستن از این صفات یهودی ها بود. خوب میفهمیدن که قرآن حق است، خوب میفهمیدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم حق است. حتی مردم دعوت میکردن در مدینه منوره دیگارا میگفتن که شما خود دیقان هستین، بی سواد هستین، چیزی رو نمیفهمین، ما بنی اسرائیل هستیم، علما هستیم، احبار هستیم، رهبان هستیم. آخری پیغمبرها میاین از این منطقه میاین، از جای میاین که اونجا اسماعیل علیه السلام آمده، او کوههای فاران میگفتن. در کتاب ما گفته که در زمین کوههای فاران از زمین منطقه که اسماعیل با آمده، از زمین آخری پیغمبرها هم میاین. لکن فلما جاءهم، وقتی که آمد برشان، ما عرفوا آن چیزی که خوب میفهمیدن، کفروا به و کافر شد. فلعنت الله علی الکافرین. 13مین صفتشان چی است؟ نافرمانی و تجاوز. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عیسی بن مریم ذلك بانهم عصوا و كانوا يعتدون. معصیت پیغمبر، نافرمانی پیغمبر میکردن و به حدود الله تجاوز میکردن. 14مین حکمش چیست؟ حکم نکردن مطابق ما انزل الله. وقتی که الله برشان گفته میشد که شما مطابق حکم الله حکم بکنید، چیزی که الله گفته اونو مقصد فیصله بکن. حق چی است؟ ببین که قرآن و سنت چی میگه، ببینیم این حق است. باطل چی هست؟ ببین که قرآن و سنت چی میگه، باطل چی هست. حلال چی هست، حرام چی هست. امیر دستور مملکت، قانون اساسی قرآن و سنت بگردان. الله متعال میگه و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. کسایی که مطابق حکم الله حکم نمیکنن یا کافرها هستن. این صفات کافرها بود. قسم دوم صفات مشرکا هست. الله متعال صفات مشرکا را هم برای ما و شما بیان کردن. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم. یک صفتشان که صفات کافرها یکی هست که به مسلمان خیر نمیخواهند. دوم صفتشان چی است؟ در ذات الله شرک میرن. چه قسم؟ بر الله نسبت پسر میتن، دختر میتن، پدر میتن، مادر میتن، مقرب میتن، سکرتر. این سکرتر الله هست، این مقرب الله هست. پیش از این بریم باز این نازدانه الله هست، باز این ما رو به الله نزدیک میکنن. و قال اتخذ الله ولدا سبحانه، پاکی اسم الله را، بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون. دیگه شرک در ربوبیت الله میکنن. حتی در خلق کردن، فلانی شخص بری پیشش بر تو بچه میده، فلانی بت تو را دختر میده، پیش بت میرن که این مجسمه برای ما بچه بده و دختر بده، پیش قبر میرن که برای ما بچه و دختر بده. الله متعال میگه قل هل من شرکائکم، آیا می کسایی که شما شریک الله ساختین کسی هست؟ من کسی است که یک دول خلق ثم یعیده، که او همی خلقت آسمان ها و زمینه شروع بکنه، یک آسمان پیدا بکنه، یک زمین بازی رو دوباره اعاده بکنه. قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده. فقط الله هست که این مخلوقات از هیچ، از اول شروع میکنه، ثم یعیده، باز دوباره زنده میکنه. برای یک نفر طفل میتن، کلان میشه، جوان میشه، پیر میشه، میمیرنش، باز دوباره زندهش میکنن. این فانا تؤفکون. شرک در الوهیت عبادت الله میکنن. و صفتشان چی است؟ و یعبدون من دون الله. همیشه صفتشان این است که بغیر از الله دیگر مخلوقات عبادت میکنن. او تو مخلوقی که ما لا یضرهم ولا ینفعهم، نه برشان ضرر رسانه میتونن نه نفع رسانه. خوب میکنه این مجسمه برای من هیچ نفع و ضرر نمیرسانه. همین مجسمه در بسیاری وقتا سعی کنید سر کله مجسمه یک دونه طلا را میمونه، تاج دوز میبره، از اون تاجه که خود دفاع کردن نمیتونه. بسیاری وقتا برید از دروی زمین بود ببینید که چند تا خالاسی چی هست، مگس آمده شب در مزی مرداری کردن، امور هم مگس از روی خود دور کردن نمیتونه. اما صاحب قبر میبینی که زیر کوتاه خاک خو است، اما خاک از خود دور کردن نمیتونه. با وجود از این هم میرن با اون چی میکنن؟ یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. وقتی که باز برشان بوی خیار چی میکنی؟ چرا یار عبادت میکنی؟ میگن ای ما عبادت الله را میخوای بر از چرا عبادت میکنی؟ و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یا بس شفاعت ما را پیش الله میکنن. این از صفات چی است؟ شرکی است. صفتشان چی است؟ شرک در حکم و حاکمیت الله. وقتی که برشان گفته شو الله متعال میگه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، و برشان گفته شو که
پیروی از قرآن و سنت بکنیم. قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. نه ما چیز را میکنیم که پدرای ما کرده، مادرای ما کرده، رواج ما این قسم است. این قسم رواج ماست، این قسم کلتور ماست، این قسم فرهنگ ماست، این قسم ما چیز شدیم. الله متعال میگه ولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. آیا همین پدرایشون همین قسم نبود که خودشان عقل نداشتن و هدایت نشده بودن؟ پشت از این پدرایی که عقل هم نداشت، هدایت هم نشده بود، یا هم از پشت از اون میگه. اشتم صفتشون چی است؟ از مشرکین که احبار و رهبان در حکم الله شریک میکنن. علمای درباری خود و راهبان چی میکنن؟ یا را شریک میکنن که الله در چی؟ وقتی که الله برشون میگه این حلال است، این حرام، این جایز است، این ناجایز، یا چی میکنن؟ وقتی که احبارش یا عالم درباریش آمد برش گفت که نه این حلال است، حرام حلال کرد یا حرام حلال کرد، بازو از اونا مطالعات میکنن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. دیگه صفتشان چی است؟ تهمت کردن از به الله تهمت میکنن. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا. سبحان الله. مشرکین چی میگه؟ میگه اگه الله میخواست ما شرک نمیکردیم و پدرای ما شرک نمیکردن. ولا حرمنا من شیء و ما چیز را حرام هم نمیکردن. الله متعال میگه كذلك كذب الذين من قبلهم. پیش از این هم کسایی بودن که تکذیب کرده بودن، یعنی گناه های خدا و جرم و جنایت خدا العیاذ بالله سر خالق متعال میاندازن. دهم صفتشان چیز؟ اصرار در کفر است و ترساندن مؤمنان از معبودان باطل. در کفر و شرک خود خوب. مثلا کسایی که همراه یهود علیه السلام بودن، متوجه درس باشین. قالوا یهود ما جئتنا ببینه. برای یهود علیه السلام گفتن بر ما کدام دلیل قوی آوردی؟ و ما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک. ما معبودان خدا با قول تو ترک نمیکنیم. و ما نحن لک بمؤمنین. ما بر تو مؤمن هم نیستیم. بازیا چی میکنن؟ باز میگه که اینمی بتهای ما ترى ان نقول الا تراك بعض آلهتنا بالسوء. ما نمیگیم مگر اینکه بعضی از معبودان ما بلای را سر تو میارن. یعنی یا باز از اون بتهای خود، از معبودای باطل خود، حتی پیغمبرها را میترسانن که بترسی بازو تو نشه سر عذاب بیاید، سر باز مشکلات بیاید، سر باز جنجال ها بیاید، بازی بت مدرسه تا خوش کنن. سبحان الله. قسم سوم صفات منافقین است. صفات منافقین اگر شما ببینید در سوره بقره 14 صفت از آنها گفته که و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم مؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا. فریب میگن با الله و مؤمنان. دیگه فی قلوبهم مرض. این دیگه صفتشان مرض است، قلبش تکلیف قلبی دارن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. فساد میکنن، باز میگن ما مصلح هستیم. دیگه تقریبا صفات زیاد از اینا را برشان در سوره احزاب صفات منافقین گفته شده. در سوره منافقون مکمل سوره یحلفون بالله ما قالوا ولا قالوا. کل صفاتشون بسیار زیاد. دیگه این صفات چی است؟ این صفات چی است؟ صفات از منافقین. قسم چهارم صفات مرتدا هست. مثلا یهودی‌ها بودن، خوب دیندار بودن، مرتد شدن. نصرانی‌ها اول پیروای عیسی علیه السلام بودن، مرتد شدن. و بسیاری کسای دیگه است. و من یرتد منکم عن دینه. الله متعال میگه هر کسی که مرتد شود از دینش و یموت بمره و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. اعمالش دنیا و آخرت از بین میره. دیگه از صفات از این مرتدا چی است؟ استهزاء و توهین به شاعر الله. سر دین رشخند میزنن، مسخرگی میکنن. وقتی که باز مرتد شد ولا این سألتم، باز وقتی که پرسانش کنید که چرا یکی جنایت کردی، چرا سر دین الله رشخند میزنید، چرا سر قرآن رشخند میزنید، چرا سر حجاب رشخند میزنید، چرا سر کعبه رشخند میزنید، چرا سر ریش رشخند میزنید، بازیا چی میگن؟ ولا این سألتم لا یقولون انما كنا نخوض و نلعب. میگن ما خود مزاح میکردیم، ساتری میکردیم. قل بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا با الله و آیات الله و رسول الله استهزا میکنیم؟ دیگه از صفات
از این انسان های زشت چی است؟ کراهیت و بدبینی ما انزل الله است. دیگر کراهیت و بدبینی ما انزل الله است. والذین کفروا پیشان گفتیم فتعصى لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله. این یکی از اسباب ارتداد است که ما شما در مواقف یارا میخوانیم. نسبت دادن صفات زشت به الله. صفات زشت به کی نسبت میدن؟ یهودیا چرا کافر شدن، مرتد شدن، از دین رفتن؟ سر الله گفتن و قالت الیهود ید الله مغلوله. الله عز وجل گفتن دست الله چی است؟ کوتاه است. چی معنی؟ یعنی بخیل است، نسبت بخیل به الله کردن. دیگه گفتن کلمات کفری یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمه الکفر. قسم میخورن که ما کفر نگفتیم لکن گفتم کلمات کفری نمیگن. روگرداندن از طاعت الله و رسول. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. حکم نمودن به غیر ما انزل الله. این هم با شما چند دفعه تشریح کردیم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. محاکمه خواستن در نزد طاغوت. این هم با شما خوانیم الم تر الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا للطاغوت. و محاکمه طاغوتی میرن. قسم پنجم صفات بدعتکارا هست. بدعتکارا چی صفات دارن؟ یکی صفت بدعتکارا چی هست که تهمت میکنن، تهمت‌های دروغ به الله میکنن. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله. این قبلا ما شما خوندیم. ایجاد عقیده جدید مثل تثلیث. اینا نصرانی‌ها آمدن بدعت تثلیث ایجاد کردن، گفتن یک خالق نیست، گفتن سه خداست. اعوذ بالله. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. بدعت واسطه‌جویی بین خود و بین الله، بت‌ها و قبرها را واسطه‌جو کردن. والذین اتخذوا من دونه اولیاء. الله متعال میگه کسانی که بغیر از الله اینا را اولیای خود گرفتن، وقتی پرسانشان کنی بگو چرا این کارا میکنیم؟ میگه ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله. ما پیش از این بت‌ها و پیش از این قبرها میریم بازی ما را به الله نزدیک میکنن. این بدعت دیگه بود که اینا ایجاد کردن. بدعت استعانت از غیر الله. اینا چی میکردن؟ چی هستن؟ از غیر الله استعانت میخوان. دیگه بدعت طلب شفا از غیر الله. میفهمن که شفا الله میتن، اینا باز میرن پیش غیر الله که فلانی این شفا را میتن، این قبری مرض رو جور میکنن، این قبری مرض رو جور میکنن. بدعت پناه بردن به مخلوقات. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. بعضی از انسان ها میرفتن به جن ها پناه میبردن. بدعت ایجاد طریقه های جدید. الله متعال میگه و ان هذا صراط مستقیم. این راه راست است. فاتبعوه، از این راه مستقیم مطابقت بکنید. ولا تتبعوا السبل. این راه های دیگه و طریقه های دیگه که شما را کج و راست میبرن، این چپ و راست میبرن، نرید. فتفرق بكم عن سبیله. لکن بدعتکارا اینی عادتشان است که یاره ایجاد میکنه. اشمی صفتشان چی است؟ تغییرات در کیفیت عبادت. مثلا مشرکین چی کردن؟ نماز میخواندن لکن نماز تغییر دادن به اشبلاغ کردن و چک کردن. این چی است؟ گفتن یا عبادت است. طبله یا عبادت است. رقص یا عبادت است. بدعت نزهای مختلف، بحیره و صائبه و وسیله و حام، این بدعت هایی بود که چیزایی بودن که یارا جور کرده بودن. بدعت دروغ گفتن بر الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام. این تهمت سر الله نکنین که به زبانتان این حلال است حرام، از دلتان علم ندارین حلال و حرام میکنین. این هم انسان های بدعتکار همین کارا رو زیاد میکنن. چیزی را که حلال است حرام میگن از دل خود، چیزی که حلال است حرام میگن، حرام حلال میگن. چیزی که عبادت نیست سوره عبادت میگن، چیزی که عبادت است سوره رد میکنن. ششم صفات طاغوتا هست که ما شما قبلا خوانده بودیم که طاغوت سه قسم است. یکی طاغوت است که عبادت میشه، یکی طاغوت است که مطابقت میشه در حلال و حرام، و یکی در قانونش اطاعت میشه. سه قسم طاغوتا هست. اینا دیگه کی هستن؟ صفات هست یا چی هست؟ بغیر از الله عبادت میشه. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. چی شیطان انسانی باشه چی شیطان جنی باشه. کسی که ابلیس هم عبادت کرد طاغوت پرست است. کسی که اگه انسان هم که بر سجده و رکوع کرد او راضی شد از عبادتش، او هم به یک شیطان مبدل میشه، او هم طاغوت است. سوم صفت چی است؟ مخالفت شریعت میکنن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. کسانی که مخالف شریعت الله قانون میسازن.
مثل که فرعون میساخت یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری، بغیر از من معبود نیست. فرعون میگفت، فرعون نمیبین به من سجده بگه، میگفت قانونی که ما ساختیم از این قانون ما باید شما اطاعت بکنین. از این خاطر فرعون هم یک طاغوت بود. دیگه صفات ظالما در قرآن بیان شده که ظالما چی صفت دارن؟ تجاوز به حدود الله میکنن و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. دیگه کفر ورزیدن است. سومش افترا و تهمت است. کفر را بر ایمان ترجیح دادن است. دیگه صفتشون چی است؟ تکذیب کردن پیغمبرها است. صفت فاسقا را هم بیان میکنن که فاسقا چی عادت دارن؟ الله را فراموش میکنن. الله متعال میگه ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. شما مثل کسایی نشین که الله را فراموش کردن، باز الله حتی نفسای خودشون هم سرشان فراموش کرد. اولئک هم الفاسقون، سوره 8 آیه 19. اینا چی هسته؟ کافر میشن به آنچه که الله و ما یکفروا بها الا الفاسقون. قسم نهم صفات احبار یا علمای درباری و رهبان و گوشه‌نشینای نفس پرست است که یا چی صفات دارن؟ این علمای درباری که دشمنای الله هستن و گوشه‌نشینایی که نفس پرست هستن. مردم میگن ما تارک دنیا هستیم، در حال کل دنیا را برای خود از دیگاه که بازمون خوب لوکس میخوره و لوکس موتر داره و لوکس قصر جور میکنه. یا صفاتشان چی است؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، کسانی که کتمان ما انزل الله را میکنن، قرآن و سنت پت میکنن، قبلا تورات پت میکنن، انجیل احکامش پت میکنن، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم الله. دیگه چه قسم است؟ یا خوردن مال مردم به ناحق و مانع شدن از دین الله. دو صفت زشت از چی است؟ یا ایها الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار الرهبان، فکرتان باشه بسیاری از احبار اما علمای درباری و رهبان و همون تارکین رهبان هایی که ترک دنیا میکنن لکن دنیا پرست هستند، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، هم مال مردم به باطل میخورن و یصدون عن سبیل الله، باز از دین الله هم مانع میشن. کاش که تنها مال مردم میخورد در ملک دفاع میکردن، باز میخورد بر مردم میگفتن که نه، چیزی که ما میکنیم اینمی دین است، اینمی که مال یتیم ما میخوریم اینمی دین است، اینمی مال بیوه ما میخوریم اینمی دین است، اینمی تمام روز مثلا سر دین تجارت میکنیم اینمی نمیگه دین است. لا یاکلون اموال الناس بالباطل، یک صفتشان. دومشان چیست؟ و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه، کسانی که باز طلا و نقره را چی میگن؟ کنز میکنن برشان که سرشان کنی یه تو ذخیره‌ای دارن از طلا و نقره بیان، ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. دیگه صفتشان چی است؟ که حلال حرام میکنن، حرام حلال میکنن. قسم دوم صفات حاکمای کافر الله متعال میگه که عدم حکم به ما انزل الله هست. دیگه صفتشان چی است؟ علاقمندی به قوانین جاهلیت. افحکم الجاهلیت یبغون، اینا چی میخواین؟ حکم جاهلیت میخواین. حکم جاهلیت هر حکم، هر قانونی که ضد شریعت الله باشه این قانون جاهلیت است. این ما شما قبلا درس آخوندیم. دیگه صفات مجرما رو بیان میکنم. صفات مجرما چی است؟ ان الذين اجرموا، الله متعال سوره مطففین میگه ان الذين، یقینا کسایی که اجرموا مجرمین هستن، اجرموها مجرمین ها، کانوا من الذين امنوا یضحکون، یک صفتشون است سر مسلمان ها چی میگن؟ خنده میکنن. و اذا مروا بهم یتغامزون، وقتی که از پیش مسلمانان تیر میشن باز تمسخر و عیبجویی میکنن. سوم صفتشان چیز؟ و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکهین، باز ما امرای هم اهل کفر خود یک جای شدن باز بین هم چی میگن؟ باز بسیار خوشحال میشن و فکاهی میگن و خوشی میگن که ما مسلمانان یک قسم توهین کردیم، یک قسم تحقیر کردیم، یک قسم کردیم. چهارم صفتشان چی است؟ و اذا رأوهم، وقتی که مسلمانای مؤمنین موحد میبینن باز میگه ان هؤلاء لضالون، میگه یا خود گمراه اینا هستن. الله متعال اینا را بر ما شما معرفی میکنه. مطلب دوم بیان صفات دشمنان توحید با ذکر نامهایشان است. مثلا بیان صفات دشمنان توحید با ذکر نامهایشان است. مثلا فرعون صفاتش در قرآن بیان کرده که صفت چی بود؟ بدمعاش بود، مردم رو به دو گروه تقسیم کرده بود، ضعیف نبودن مردم بود، قتل اولادهای مردم بود. سیکو ان فرعون علا فی الارض، میگه فرعون در زمین بدمعاشی میکرد، خدا بسیار بلند میگه. و جعل اهلها شیعا، دوم صفتش چی بود؟
مردم تقسیم کرده بود. یستضعف طائفة منهم، یک طایفه را برای خود گرفته بود. خوب تو که یا درباری های مثل قوی هستن، دیگه مردم دیگر را بود لعب کو بزن و ظلم کو بیکن. دیگه صفاتش چی بود؟ یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. تفلکایشان که پیدا میشد بچه میبود را میکشتن، دخترها را بر خود نگاه میکردن. انه کان من المفسدین. این چند صفت فرعون در قرآن بیان کرده. این قسم مثلا صفات قارون الله متعال بیان کرده که قارون میگه که این مالی که ما دارم اوتیتهم علی علم عندی، این مال ما به اساس علم خود پیدا کردیم. صفات دیگه دشمنای توحید مثلا از ابو جهل بیان میکنه که ابو جهل تکذیب میکرد، مانع میشد. ارایت الذی ینها عبدا اذا صلى، از عبادت و نماز عبادت میشد، در مقابل دین الله استاد میشد. ارایت ان کذب و تولی. صفات عقبه ابن ابی معیط که دینش ما و شما خواندیم، یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. صفات ولید ابن مغیره را که بیان کرده در قرآن از مشان که دینش ما و شما خواندیم. دیگه اینی صفات مشخص اخنس ابن شریق اینا هستن که ما و شما را صفاتش خواندیم. دیگه مطلب شما صفات یکی از اقوام بیان کرده مثل قوم نوح علیه السلام که صفتشون چی بود؟ که کل ما مر علیه، وقتی سر نوح علیه السلام تیر میشدن، نوح علیه السلام الله حکم کرده بود کشتی بسازن، یا که هر دفعه تیر میشدن مسخرگی میکردن. این سعی کشتی جور میکنن، کوکی بحرت که تو کشتی جور میکنی. کل و مر علیه ملأ من قومی سخروا منه. فرار کردن از شنیدن دعوت. نوح علیه السلام میگه که ما پرزنای قال ربی دعوت قومی لیلا و نهارا، شب و روز ما اینا رو چیکن فلم یزدهم دعای الا فرارا. مجرد که دعوت دین شروع میشد، دعوت توحید شروع میشد، فرار میکردن. و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم، وقتی که دعوت شروع میکردن کلکای خود را گوشای خود میگرفتن نمیشنوید. و استغشوا ثيابهم، کمپل در روی خود کش میکردن که ما نمیخوایم بشنویم. و اصروا و استکبروا استکبارا. این صفاتی کیه؟ صفات کافرها هست. الله بیان میکنه کسی که از مجلس توحید فرار میکنه. وقتی که قصای ساتری و مذاق و طرا باشه قرار شیشتر، مجردی که از توحید گپ بزنی پیشانش توش میشه و او شما چقدر از توحید گپ میزنید، فقط ما مشرک هستیم، فقط ما دین نمیفهمیم، فقط ما چطور هستیم، فقط این قسم هستیم. دیگه نافرمانی از پیغمبر کردن. قال نوح رب انهم عصونی، نافرمانی کردن از پیغمبر، برنامه‌ریزی منفی و مکر و مکرا کبارا، ترک نکردن بت پرستی. و قالوا لا تذرن آلهتکم، گفتن معبوداتتان ترک نکنید، همین چیزی که پدرایتان مرتبط اینجا موقع میگیرید. این صفات چی است؟ انسان های بینید گمراهی زیاد و قد اضلوا کثیرا. صفات قوم ابراهیم هم در قرآن بیان کردن که گمراهی آشکار داشتن، دلایل بیجای میگفتن، ظلم بر نفس خود میکردن، قصد کشتن و حریق نمودن ابراهیم علیه السلام کردن که ما شما خوانیم. صفات اصحاب مدین بیان میکنه، قوم شعیب علیه السلام که در ترازو نقصان میکردن و مانع از راه دین الله میشدن و مجبور نبودن پیغمبر حتی پیغمبر میگفتن که پس بیاد از شرک داخل شما. صفات قوم ثمود در میخواستن تکذیب پیغمبران بود، شک نمودن در دعوت پیغمبر بود، تجاوز بر معجزاتی گپا بود. صفات قوم لوط علیه السلام بیان میکنه که تکذیب پیغمبران بود، همجنس شدن با مذکر بود، ترک کردن خانم ها بود، ایمان نیاوردن بود، ازدواج نکردن بود. این چیزایی که از اینا بود، تکذیب پیغمبرها، شک نمودن به گفتار پیغمبر بود. دیگه صفات درباریان فرعون بیان میکنه که تکبر و پیروی از اوامر طاغوت فرعون، سرکشی و بلندپروری و ادعای طاغوتیت. دیگه صفات قوم عاد همه میخواستن بیان میکنه که اونا هم صفات انکار آیات بود و تکذیب کردن بود و استکبار بود، اینیا بود، مستحق شدن عذاب. اینی کلشان که برای ما و شما در قرآن عظیم‌الشان اینا بیان شده و ما و شما باید هر آیاتی رو که میخونیم صفات از اینا رو بفهمیم و کوشش بکنیم که از این صفات خدا نجات بدیم، حفظ بکنیم و بشناسیم دشمنای الله را. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.